شما با مشکلات پولیتیکال یا مشکلات اینجاستیس تو سوسایتی چجوری کوپ میکنی؟ من بالاترین لول چیزی که برای من مهمه آنجاستیس بودن هستش که it's totally unacceptable for me, and on the other hand this is it. So you expect justice. I expect justice, okay. But this is it. The only expectation you have is justice. The only expectation I have, no. Well, expectation really, it's very normal. It's طبیعیه. Okay. But I'm not going to allow you or anybody به خاطر اینکه whatever is going on in your mind bothers me که جوی من از من بگیره. و I cope with that and I find a way, and you don't have to stay in that relationship. Okay? It's not working. I'm not saying so then you have to please me کسی رو totally. خیلی من فکر میکنم برگردیم سر همین سوالی که این سه نوع واکنشی که ما نشون میدیم به چه عواملی بستگی داره. اشاره کردن به نوع اتچمنت که بسیار مهم بود، اشاره کردن به میزان علاقمندی. اینو ما میدونیم، علاقمندی باعث میشه که شما کارهایی که برای هم دیگه میکنی به طور طبیعی و با میل و بدون صرف خیلی انرژی اتفاق میفته. دیگه به چه چیزی بستگی داره؟ به تیپ شخصیتی آدمان بستگی داره. بسیار درسته، ولی داری به چی اشاره میکنی؟ کدوم تیپ ها رو داری میذاری کنار؟ بنابراین تیپ شخصیتی هم مهمه که ما تو این کورس بازشناسی میکنیم. کدوم تیپ های شخصیتی مهم نیست که تو چه میزانی از خواسته هاشون رو برآورده بکنی، اونها در برآورده کردن خواسته های تو همیشه به بنبست میرسن. بفرمایید. منظورت هوش عاطفی بالاست. اوکی. داشتن هوش ایکی، داشتن ایموشنال به اصطلاح اینتلیجنت، هوش عاطفی بالا، یکی دیگه از عواملیه که میتونه این مسئله رو راحت تر کنه. ای متقلب، اینی که من خودم اول جلسه گفتم. الان برمیگردم. منظور تو از بلوغ عاطفی چیه؟ چیه؟ خیلی خیلی خوب. خب بفرمایید. خودخواه نباشد یعنی چی؟ یعنی چی خودخواهی؟ خودخواهی یه واژه است. ما چندین واژه داریم. خودخواهی داریم، خودپسندی داریم، خودپرستی داریم، خودشیفتگی داریم، خودپذیری داریم، خوددوستی داریم. حس دیگران رو درک کنه، به عبارت دیگه رابطه داشته باشه با طرف مقابل. خیلی سیستم حسیش باز باشه. دیگه حال طرف رو بتونه بفهمه. بنابراین شما تمام المنت هایی رو که چطور میشه که ما توی رابطه. حالا چیزی که توی این تحقیقات مشخص کردن و بسیار مهم بود اینه که هر باری که ما در رابطه همدیگر رو راضی میکنیم، میزان تحملمون برای مواردی که در رضامندی همدیگه رفوزه میشیم بالاتر میره. خیلی مهمه، گوش کنید. یعنی دیدن که زوجهایی که تعداد دفعاتی که همدیگر رو خوشنود میکنن بالاست، مواردی هم که همدیگر رو خوشنود نمیکنن تو اون جو تهاجم و کلنجار و بی‌اعتنایی نمیرن، بلکه باز به همون شیوه درستش از طریق همون مهربونی و از طریق شوخی و شوخ طبعی و مزاح میتونن خواسته خودشون رو دوباره به یه شکلی دیگه بیان کنن. یعنی رابطه وارد اون سیاهچال
هیجانات منفی نفرت و کینه و نمیدونم بدخلقی و پرخاشجویی نمیشه. لذا دیدن میزانی از نظر آماری significant به اصطلاح ریت پیدا کردن یا شاخص مؤثری پیدا کردن بین میزان دفعاتی که یک زن و شوهر نیاز یا یک دو نفر تو رابطه همدیگر رو راضی میکنن. بعد از این گروه تحقیقاتی به چه نتیجه رسیدن؟ به نتیجه رسیدن کارهایی هست که در انجامش فشار زیادی به ما نمیاد. ما اگر لیست اون کارهایی که در انجامش فشار زیادی به ما نمیاد اما رضامندی طرف مقابلمون رو، تجربه اون رو در رضامندی بالا میبره، این کار رو بکنه. مثلا به عنوان مثال دیده بودن توی این فیلم هایی که نگاه میکنن، حالا زن یا مرد تو همون لابراتوار عشق، به اون یکی میگه که پشت من رو خورده بخارون و این طرف این کار رو میکنه، این رضامندی این گروه رو میندازه جزء اون دسته‌ای که تحملشون برای محرومیت بالاتر میره، در حالی که فرض کن این کار ممکنه نیروی خیلی زیادی از شما نگیره. لذا به یه نتیجه رسیدم که ما همیشه باید یه طبقه بندی روشنی از آنچه که بدون فشار و زحمت برای طرف مقابل میتونیم بکنیم داشته باشیم، از اونا استفاده کنیم به عنوان لورج. یعنی زحمت زیادی نمیبره که اگر پارتنر من یه لیوان چای رو میزش بذارم رضامندیش بالا بره و جای دیگه طبقات دیگه هم اگه من نخواستم برآورده کنم میتونم بیشتر روش بایستم. به عبارت دیگه هوشمندانه از تعداد دفعات محروم سازی پارتنر از خواسته های خودش میتوانیم کم کنیم. اینو بهش میگن هوش ارتباطی. Do I make sense؟ بله تکرار کنم. خب ببین ما یه کارایی هست که راحت میتونیم برای هم بکنیم. حالا اصلا از لابراتوار عشق بیایم بیرون بریم توی محیط کار. تو محیط کار یه موقع هست که همکار من براش خیلی مهمه که من موقعی که دارم با تلفن بلند صحبت میکنم از اتاق برم بیرون و این کار بر من زحمت زیادی نداره، میرم بیرون حتی هوای خوبم میخورم، ولی این که اون حس میکنه من این احترامو براش گذاشتم رفتم بیرون اومدم، اون رو نسبت به این رابطه علاقمندتر میکنه و جای دیگه‌ای که برا من مهمه اون منو راضی نگه میداره. ولی برای این مسئله یه چیز بسیار مهم اینه که ما از خواسته های هم آگاه باشیم که چه چیزی اون طرف رو خوشحال میکنه. اون طرف به همین دلیله که یکی از کارهایی که در این لیست به اصطلاح روابط در حال تغییر، اولا همین گاتمن الان در سیاتل برای کاپلز هایی که میخوان برن روابطشون رو ایمپروو کنن هفته $15,000 میگیره. تلفن کنین رو سایتش برین میبینید هفته $15,000 برای کاپل میگیره که بهشون بگه که گیر رابطه شما چیه. مثل مکانیک رفتاره که جک میزنه زیر رابطه، میره اون زیر ببینه که چند تا شمپلاتین سوزوندین و نمیدونم چند تا پنچلی و چند تا چی و اینا رو میاره بیرون و میگه که this is what you need to work on it. خب بنابراین یه چیز جدیه. حالا به شکل خفیفتر شما میتونید خودتون شروع کنید، تو همین کورس یاد میگیرید که چطوری میتونید این رو حالا هومورکی که از این هفته تا هفته آینده میخوایم بدیم، طرف رابطه رو خودتون انتخاب کنید. لاوره، زوجیه که یه عمر باش کلنجار رفتین، مادر، رفیق، همکار، دوسته که هر کاری میکنین به جاده رستگاری نمیاد. هر کدوم اینا هست شما انتخاب کنید و 1 ساعت تو این هفته باش وقت بذارید، بگید